سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با کسب اجازه از علمای اعلام، پدران مصفید، اساتید نهایت محترم و شاگردای نخبه و جوانانی که مشترکی در جلسه هستند، الله سبحانه و تعالی این جلسه را محض لله فی الله بگرداند. در مرحله اول اجازه بدهند که از ریاست محترم اطلاعات فرهنگ و همچنان نهاد تحقیقاتی و علمی کلمات و آمریت محترم معارف شهری مرکز ولایت لوگر قدردانی و امتنان و سپاسگزاری نمایم. الله سبحانه و تعالی اجر بزرگ و پاداش عظیم را نصیب حالشان نماید. قسمی که جلسه شامل مشترکین جوان هستند، در دقایق محدود چند کلمه مختصر در رابطه با جایگاه این نیرو و قشر عظیم و سرمایه مهم صحبت نمایم. الله سبحانه و تعالی در سوره کهف از عظمت و بزرگی جوانا صحبت میکند که انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدی. یک تعداد جوانای بودند از جمله جوانای اصحاب کهف در مقابل پادشاه وقت قد علم کردند، برنامه ریزی کردند و حکایت از این جوانا تا قیام قیامت سبب افزایش ایمان و تقویت ایمان کسایی که قرآن عظیم را مطالعه میکند و تلاوت میکند میشد. نحن نقص علیک نبأهم بالحق. ما قصه حکایت تعداد از جوانای با هدف را برای شما حکایت میکنیم. اونها کی بودند؟ انهم فتیتون. فتا در لغت عربی جوان را میگن و در داستان اسماعیل علیه السلام و ابراهیم علیه السلام هم زمانی که نمرود خبر میشد که بتهاش سرنگون شدد، میگه جوانی بود به نام ابراهیم علیه السلام. یک جوان نام داشت که او را ابراهیم میگفت. ممالک شرقی و به خصوص ممالک اسلامی 30% جوانان را از آن خود دارند طبق سروی، و یک تعداد سروی که میشد روی از او سروی حساب کرد 70% جوانان در ممالک شرقی علل خصوص در ممالک اسلامی هست و 30% جوانان در ممالک غیر اسلامی هست. 30% جوانایی که در ممالک غیر اسلامی قرار دارند نسبت به جوانایی که در ممالک اسلامی قرار دارند متحرکتر، با برنامه‌تر، با هدفتر هستند. متاسفانه برنامه هایی که امروز تعداد جوانای امت مسلمه میگیرند و اونها را الگو و در حقیقت سرمشق خود قرار دادند، همو جوانا هستند. یک زمان جوانایی که ما برنامه دار جوان داشتیم، یک زمانی که جوانای ما هدفمند بود، غرب فرزندای خود را در مدارس و پوهنتونهای ما میفرستند و به خاطر تعلیم و تربیه زانوی تلمذ در محضر علما و اساتید ما میگذاشتند. ما بودیم که برای غرب علم را در بابها و دروازه هاشان رساندیم. ما بودیم که اولین تکنولوژی و تعالی و ترقی را برای بشر پیشکش کردیم. خوب به یاد داریم که
در زمان هارون الرشید ساعت ساخته شد و برای شارلمان فرانسه فرستاده شد. در او زمان نه از صنعت خبری بود، نه از تکنولوژی خبری بود، نه از فیزیک و ریاضی خبری بود. مسلمان ها در هر بعد و در هر بخش، بخصوص نسل جوان و قشر جوان، برنامه های مهم و هدفمند داشتند. به می اساس بود که شارلمان فرانسه زمانی که ساعت را نگاه کرد گفت که باید یک جلسه فوری اتخاذ شود تا در داخل از این ساعت اصلا رمز و راز پیدا شود که داخل عقربه های ساعت چی جای گذاری شدد که عقربه های ساعت دور میداد. تعداد اندیشمندان اونها آمدند و به توافق و به نظر آرا و اکثریت رسیدند. گفت که مسلمان ها در بین از این ساعت امکان دارد که جنها را جایگذاری کرده باشد و جنها ساعت را عقربه شد دوران میدهد. در او زمان غربی ها پیشرفت تعالی و تکنیکی که ما داشتیم اونها اصلا فکرشان و عقیدهشان نرسیده بود به حدی که تعالی و ترقی ما را لمس بکند و حدس بزنند که ما تکنیک را جور کردیم که بدون جن در حرکت هست. زمانی که اندلس یا اسپانیای امروزی که مسلمان ها 800 سال حکم روایی کردند، جوانا در بینشان مسابقه های علمی داشتند. آمدند عیسوی ها به خاطر واژگون شدن و انهدام دولت قدرتمند مسلمان ها گفتند معاینه باید داشته باشم از نسل جوان که آیا جوان اینها هدفمند هست یا نیست. یک تعریف ما از جوان داریم، میگیم که کسای جوان است که سنشان از 16 تا 35 یا 40 سال باشد. شاید یک تعریف از جوان امی هم باشد. واقعا و منصفانه تعریف جوان قسمی است که حتی پیرسال و پیرمرد 80 ساله هم میتواند که جوان باشد. جوانی به قد و قیافه نیست، جوانی به جسم بزرگ نیست. جوان دارم که قدرتمندترین جوان از نگاه بادی و از نگاه جسم است، اما هیچ هدفی ندارد، نه برای خود هدف دارد و نه به خاطر احیای مجد و عظمت امت مسلمه. پس این جوان در عمق جوانی و در نشید جوانی خود پیر هست. او جوانی که سن 18 ساله است نه برای خود برنامه دارد، نه برای ملت خود برنامه دارد، نه برای عظمت و بزرگی اسلام برنامه دارد، با وجودی که قوه و انرژی جوانی در وجودش هست. این جوان را ما میگیم پیر. خیلی جوانهای هستند که امروز متاسفانه هدف ندارند. قبلا مفتی صاحب حفظه الله در رابطه با اهداف صحبت کافی، وافی و شافی و همه جانبه ایراد داشت. هدف ما و شما برمیگردد به بزرگی ما. جوانایی که بزرگ باشند اهداف بزرگ دارند. یک تعداد شاگردای نخبه و چیز فهم ما زمانی که از مکاتب، از محدوده کوچک مکاتب فارغ می شوند، بنیت و عقیده و ایده ای که فردا باید معاش بزرگتر داشته باشم، پوانزای هایی که از قبیل طبابت و انجینیری و امثال هم است این را انتخاب میکنن. و اگر بپرسی که چرا طبابت را انتخاب کردی، میگه در این یک تکنان هست. در جوامع دیگه علی سویه کل پوانزای ها و کل رشته ها علی سویه ضرورت های ملت هست. اجازه بدین تا این مثال را ما باز بکنم. روز امیر المؤمنین خلیفه عدل اسلامی عمر فاروق رضی الله تعالی عنه که به تن در خدمت خلقم، به جان در خدمت جانان، همین یک نکته آموختم ز فاروق سپه سالار. از کنار مسجد عبور میکرد. خوب توجه شما جوانان را خواهانم. از کنار مسجد عبور میکرد که از داخل مسجد صدای سراییدن شعر به گوش آمد. وقتی که مسجد را در قلباب کرد، دید که داخل مسجد حسان ابن ثابت، شاعر چیردست و توانا و توانمند مکتب ناجی بشریت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در مسجد
ترنم زیبای دل نواز و گوش نواز را زمزمه می کند. عمر فاروق برای حسان بن ثابت گفت ای حسان، مگر نمیدانی چی جایگاه نشستی؟ باید در مسجد تلاوت قرآن شود، در مسجد باید نماز خوانده شود، در مسجد باید درس و تدریس شود، مگر تو شعر و شاعری میکنی؟ حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه که به سن کهولت و پیری رسیده بود، نگاه به حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه کرد. ابو هریره رضی الله تعالی عنه را گفت ای ابو هریره، مگر تو شاهد نبودی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زمانی که جنگ‌های فکری منافقین و مشرکین و یهود به اوجش رسید، کعب ابن اشرف و اسود انسی اینها به حد که حرمت ازواج مطهرات پرداختند، کسی دیگه نبود که جواب شعر اونها را در قالب شعر بدهد. مگر پیامبر خدا نگفت که ای حسان ابن ثابت، حدیث صحیح بخاری و مسلم شریف هست که ای حسان، تو را خداوند توسط روح القدس کمک کند؟ مگر او وقت را فراموش کردی؟ عمر فاروق گفت حق با حسان ابن ثابت هست. از این چی چیز را مستفید میکنیم؟ یک زمان با شعرهای انقلابی حسان ابن ثابت ضرورت بود. یک زمان با چهچه‌های شمشیر خالد ابن ولید در میدان صف نبرد اول ضرورت بود که فارسی ها و مجوسی ها را مانند کاه و خزل از قبال خود بر می داشتند. او شمشیر در وقت ضرورت بود، در وقت شعرهای حسان ضرورت نبود. یک زمانی که مسلمان ها در مقابل رومی ها در غزوه تبوک قرار گرفتند، پیامبر خدا گفت که من جهز جیش العسره فله الجنه، هر کسی که جیش العسره را تجهیز بکند در بدل تجهیز و حمایت غازیان و مجاهدین جان برکف و خسته ناپذیر و صحابه پابرهنه و سلاحهای فرسوده در مقابل رومی ها قد علم کرده بودند، اونها را کمک بکنند، در بدل کمک اونها جنت هست. در او زمان شعرهای حسان ابن ثابت ضرورت نبود. یک زمان پول و سرمایه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به خاطر رهایی گردنها و رقبه های غلاما ضرورت بود، در اونجا شعر حسان ابن ثابت ضرورت نبود. امتها در موقفهای مختلف نظر به ظروف و شرایط مختلف به کادرهای مختلف ضرورت دارد. یک زمان افغانستان پایهای منحوس امریکایی ها و حامیان مزدور و جیرخان لاشخور و اجیران صفاک و بدنام اونها بودند. در مقابل اونها باید خالد ابن ولیدوار در سنگرهای گرم جهاد قرار می گرفت، با نداهای ملکوتی حی علی الجهاد حی علی القتال شمشیر به دست می گرفت، در میدان استشهاد باید جوان قدم می زد. امروز جوان باید در میدان علم و در میدان تکنولوژی و در میدان تعالی و ترقی باید آستین همت را بالا بکند، هدفمندانه باید سلاح بسازد، هدفمندانه باید دارو بسازد، تا که به ممالک همسایه ناجوان مردانه خود که میلیونها جوان و میلیونها مهاجرین را به بدترین وضعیت از وطنهای خود اخراج میکند، به این مشکلات دامنگیر نمیشدیم. امروز اگر مریض های ما است، چرا دکترای ما قادر به تداوی اینها نیستند؟ امروز نقشه های ما، چرا انجینرهای ما قادر به نقشه ریزی نیستند؟ مگر اینها آیکیو های درست ندارند؟ مگر اینها از فرزندای ابوبکر و عمر و عثمان نبودند؟ بله بودند. یک چیز در جوانای امروز متاسفانه نیست که هدف هست. ما در طول 20 سال اشغال خوب دکتر داشتیم، مگر قصاب بود در لباس سفید. ما در طول 20 سال خوب پیلوت داشتیم، مگر در مقابل چند روپه دلار تحت خمپاره های بزرگ خود مدارس را بمبارد میکرد، مکاتب را بمبارد میکرد، سینه های پر از قرآن علما را هدف قرار میداد، جوانان را روانی زندان میکرد. مگر اونها مسلکی نبودند؟ مگر اونها پیلوتی را یاد نداشتند؟ بله داشتند، لیکن تربیه نداشتند. تنها تعلیم درد را دوا نمیکنه. ما بحث را خلاص میکنم. در اندلس جوانایی بودند که مستشرقین رفتن به خاطر وضعیت جوانا تا بفهمند که در این اندلس جوانا نبضشان چه قسم است، برنامه دارند، هدفی دارند یا خیر. دیدند که چند تا جوانی است
یک جوان میگه من امروز 5 حدیث صحیح البخاری را حفظ کردم. و دیگه میگه تو کم حفظ کردی. من 10 حدیث صحیح البخاری را حفظ کردم. میگه ماشاءالله. و جوان دیگه میگه من علم شیمیا را یاد گرفتم، شیمیاوی را. و دیگه میگه در بخش فیزیک من چنان دستاورد داشتم. و دیگه میگه در بخش طبابت فلانی دوا را جور کردم. در اینجا این مستشرق که آمده بود با چهره ظاهرا اسلامی گفت هنوز فرصت نیست که بالا اینها حمله شود، چون جوان اونها که تید فقرات و ستون فقرات مملکت را تشکیل میدهد، هدف و برنامه این قسم برنامه دارد، مسابقه علمی دارند. چند سال گذشت جنگ های فکری صورت گرفت، افکار باطل و منحط و خانمانسوز و تباه کن در اینها ریشه دوانید. جوان را دید کنار ساحل نشستد گریان میکنه. رفت نزدیکش گفت چرا گریان میکنی؟ گفت گریانم از بابت ازی است که یک دوست دختر داشتم، به اصطلاح جوانان امروز گرلفرند، یعنی دوست دختر. هدف مهم و نهایی یک جوان امروزی است که با فلانی دوست دختر دوستی را برقرار بکنم. از طریق چت، از طریق واتساپ، از طریق رسانه ها و جراید مختلف برنامه ریزی میکنه. بالاخره جوان را گفت که چرا گریان میکنی؟ گفت دوست دخترم گم شدد. پس دوباره رفت مملکت خود، گفت که جوانا این قسم وضعیتشان هست. گفت آل فرصت هست که بالا اینها عمله بکنیم. عمله کردن. حکومت 800 ساله مسلمان ها که در اندلس بود او را واژگون کردند. امروز مناره های حمرا و زهرا از فراق حی علی الصلاة و حی علی الفلاح جوانا و معزن مسلمان ها اشک می ریزد. امروز کتابخانه طلایطله و قرطبه و زهرا و حمرا از مجاهدین که به در یک دستش کتاب بود در دست دیگه شمشیر بود، از فراق اونها اشک می ریزد. یک چیز دیگه ای که در پرانتیس و قوس برتان بگم که اگر امروز این عدم هماهنگی جوانان و عدم اهداف بزرگ جوانان باشد، خدا روز نره نیارد که قدس شریف هم در چنگال صهیونیسم سقوط خواهد کرد. عجیب، روز گذشته یک دختر مسلمان با عفت از مردم میخواهد که فقط یک لقمه نان برش برساند. میگه در خانش چاپه صهیونیسم افتید، خودش فرار کرد به خاطر که بی حیا نشود، بی عفت نشود. گفت در کوچه و پس کوچه میگردم، همگی آب و احوالات ما، همگی فامیل های ما کلش تیت و پرک شدن، اجسادشان متلاشی شدن. حال ما در خرابه ها میگردم. ام جسمم در خطر است، ام روحم در خطر است، ام دینم در خطر است، ام جسمم در خطر است. اونها جوانای امت مسلمه را که از افغانستان از خطاب میکنه، جوانای امت، جوانای هدفمند، پدرای ریش سفیدی که شما جوان را تربیه کردین، جوانای هدفمند باید داشته باشه. مسئولین مکاتبی که در سنگرهای اول و در خط اول نبرد قرار داریم، باید فکری جوان تربیه بکنیم، باید جوانهای هدفمند تربیه بکنیم تا امت را، کشتی که در هر لحظه به طرف سقوط می رود، به ساحل نجات بکشانیم. الناس معادن كمعادن الذهب والفضه، انسان ها مثل معادن است. و نهاد تحقیقاتی کلمات و همچنان ریاست اطلاعات و کلتور و آمریت معارف شهری در بین معادن پیدا کردن یک تعداد جوانای هدفمند را تقدیر کردن. الله سبحانه و تعالی اینها را در عمر و ایمانشان برکت را بندازد و الله سبحانه و تعالی جوانای ما را هدفمند بسازد. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما